بسم الله الرحمن الرحیم. گو الله پاک ناما. سلام په شما گندوکان پایگاه اطلاع رسانی میارجل. این مچانی که منی پشتا شما گندگی درو علینه ای مچند و کسیرکند آمین گو علینه بر را تمام بید. لوتین برین گو کشاورزان در این باره گپوتران بکنید و همچو گو واجه دکتر رئیسی مدیر جهاد کشاورزی کسیرکند گو ما او رو همراه بید. هفته بی بور شروع کده روز 20 دانه ماچ بوری. چانگال بیانته هفته بی مای کار شروع کردم. یه خورمای محلی هم کسرکند دیگم رند دیه را کهتیم آخر آمینه یه کهتیم. این مچه ما اول سرا بوره نی رنچ بوره گا بریم تا پکن روز سرا سنگان یا تگرد سرا تا پکنی رنچ تاپا چوک مردم چوک جنیر کانت گچنانتی جمع کنن یه کنن تا پدا کاتگی کنن یه کنن و دوباره مثلا تا پکتن گو رندر زورین گانی شیره گیرین گانی و چیر کنی گیرین قاطی کنی با هم بیامه جنی اوره کنی پیسته مثلا بادام یه چیزی قاطی کنی اوره کنی بعد مردمی که صحباتی هم دهی میمانی که هم دهینی وقت هم وری ما رمضان مثلا تقسیم کنی مسجد را بری دیگه جا مردمی که هم دهینی ثوابی. محلینه‌ای که ما در شهرستان کسرکند ما را هستیم بیش از ما 220 هکتار هزیر رقم ما را حق که چه دیر وقتی که یه ملک توکا کشتکشار کنه بید تو و هم آینده توکا هم کشتکشار بید و ما عرض کنم شما خدمت ها نزدیک به 20 کارگاه در کل شهرستان کسرکند به صورت دستی هم که هم در واقع اقتصادی نه که به صورت در واقع خود مصرفی که در هر لوگی توکا که 2 دانه مچلینه هست یا 3 دانه مشغولن از بس یه رقم تورد و یا همه آبداره خوشمزه و در واقع تمداره که آیی فراوری کنگ از کپ کنگ و گیبتا تا چرخ کنگ و هوش کنگ و چیزهایی که اضافه کنه از کنچت گیبتا تا نارگیل پودر هر چیزی که در واقع های تما خوشمزه و تمدار کنتن به بازار ارائه کنند و نزدیک به 500 نفر هنگه گیشتر این ملک توکا مشغولند در این کارگان توکا و اشیا همه ملکان توکا و دیگر درنی ملکان اطراف ایگان رای دهند و من عرض کنم کجا وجه رای دهند کجا ملکان گیشتر رو همه دور اطراف چابار رود کنرک رود ها سوپرمارکت هایی که هستند حالا به صورت دستی یا به صورت وقتشان یا مارکی هر کتا برنده هایی هستیم همه تاونی هایی که هم 1-2 دانه به صورت رسمی در واقع تشکیل بوده شان یک کار فعالیت کنگند و در همه جا در همه سوپرمارکت ها همه بازاران تو کاشان با کنگ بود. خارجی کشوران را دیگ با یا نه؟ خارجی کشوران
چیزی که مرغوبیم و به صورت در واقع شهر هر کنک بی تو آن بازار و دا پیسرا قدیمی در واقع هایان گراک و مشتری هستین ها روان ولی خوب مقدارش یکم که کم می